یک نفر جوانزن استفاده برنده شبکه‌های اجتماعی با ارسال نوار از مقامات میلیسیای شهر دوشنبه درخواست نمود تا نسبت راننده автомашини تمغه تویوتا کمری رقم‌های قید دولتیش 0202 اوز 01 چاره‌های دخلداری قانونی اندیشیده شود. با اطلاع مراجعت کننده راننده автомашини مذکور نسبت او دغلانه رفتار نموده با سخن‌های قبیح شأن و شرفش را پس زده است. در نتیجه سنجش معین کرده شد که راننده автомашини بالذکر شهروند نظرов اسماعیل شمس‌الله‌ویچ سنه تولدش 7 ینوری سال 1988 ساکن شهر دوشنبه می باشد. ضمن پرسش معین کرده شد که نامبرده در حقیقت سنه 21 نوامبر هنگامی در کوچه احمد دانش ناحیه شاه منصور قرار داشتن نسبت جوان دختر مراجعت کننده دغلانه رفتار کرده است. وابسته به این نسبت شهروند نظرov اسماعیل طبق طلبات ماده 460 ماده باشی کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده суд нисбаташ ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 7 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 420 сомонӣ таъин намуд.